عملیه های انبساط و انقباض در جامدات را چگونه با استفاده از وسایل بسیط برای دانش آموزان تشریح و توضیح دهیم؟ جامدات نیز مانند مایعات و گازات با تغییر درجه حرارت انبساط و انقباض می نمایند. سلام، من حمیدالله میرزایی هستم. در این ویدیو فعالیت را در مورد عملیه انبساط و انقباض در جامدات در نظر گرفتم که خدمت شما اجرا میکنم. برای اجرای این فعالیت به مواد و وسایلی که ما و شما ضرورت داریم عبارتند از یک پایه منبع حرارت، یک تا قوطی فلزی، یک عدد میخ یا کوکه، یک دانه پنس یا گیرا. روش کار چگونه است؟ اول ما و شما میگیریم با استفاده از میخی که در دسترس داریم در قسمت ته قوطی فلزی یک سوراخ ایجاد میکنیم. سوراخ با استفاده از خود میخ و به اندازه میخ، طوری که در حالت عادی میخ بتونه به راحتی از اینجا عبور کنه. ما قبلا امرای از میخ یک سوراخ ایجاد کردیم در ته ظرف. ما شما میبینیم در حالت عادی، یعنی به حرارت اتاق که فعلا حرارتی که میخ و قوطی داره، زمانی که من میخ اینجا میمانم به راحتی میخ از اینجا سقوط میکنم. ببینید اینو چی کار میکنم؟ هرگاه ما و شما بر میخ حرارت بدیم، درجه حرارتش بالا ببریم، ببینیم آیا کدام تغییرات در اینجا به وجود میآید یا نه. ما و شما میگیریم با استفاده از منبع حرارتی که در دسترس داریم با احتیاط کامل میخ حرارت میتیم، ببینیم چی تغییرات در اینجا به وجود میآید. من منبع حرارت روشن میسازم. اینال من میگیرم میخ با استفاده از یک پنس بالای منبع حرارت قرار میتم تا زمانی که خوب داغ بیاید. شما فعلا میبینید میخ به راحتی از اینجا عبور میکنه. هرگاه من میخ حرارت بتم بر چند ثانیه یا حداقل 1-2 دقیقه تا خوب داغ بیاید. میخ در حد کافی داغ شده. اینال ما و شما میگیریم دوباره مشابه با حالت اولی میخ میاریم بالای قوطی فلزی قرار میتیم که آیا به راحتی اول میتونه از سوراخ عبور کنه یا نه. شما میبینید که میخ فعلا از سوراخ عبور نمیکنه. چرا؟ دلیلش چیست؟ با جذب حرارت یا با ازدیاد درجه حرارت حجم جسم جامدی که ما و شما اینجا داشتیم بزرگ شد. چون با جذب حرارت فاصله بین ذرات بیشتر میشه، ذرات از هم فاصله میگیره، عملیه انبساط در اینجا صورت میگیره. اینو هرگاه ما و شما برای میخ اجازه بدیم که سرد شوه، دوباره میبینیم که میخ میتونه به راحتی از سوراخی که ایجاد شده بود در اول و در حالتی که سرد بود به راحتی دوباره از اینجا عبور کنه. زمانی که سرد میشه میخ، یک تکان اندک برش میتیم، در صورتی که عملیه انبساط خلاص شده باشه باید سقوط کنه. شما میبینید دوباره میخ قابلیت از این پیدا کرد که در مجرایی که برش ایجاد شده به راحتی از اینجا عبور کنه. یعنی این به این مفهوم که میخ دوباره انقباض کرد، یعنی با از دست دادن حرارت به حجم اولی خود برگشت و حالا میتونه دوباره پس در داخل مجرایی که برش ایجاد شده بود به راحتی عبور و مرور کنه. ما و شما میتونیم با استفاده از این عملیه ساده و وسایل ساده عملیه انبساط و انقباض در جامدات به شکل بهتر خوبتر تشریح کنیم. امیدوارم فعالیت را که در نظر گرفته بودم براتان مفید و موثر بوده باشه. بیننده ویدیوهای بعدی ما باشین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.